گذرگاه فاتح‌آباد تاجیکستان هرچند راه به ازبکستان باز است و تنبشوی در داخل گذرگاه زیاد به نظر نمی رسد، اما دریافت یک رخصتنامه از سوی وزارت نقلیات تاجیکستان اکثر راننده ها را از ادامه سفر باز داشته است. راننده های نقلیات بارکش میگن هر دفعه با میانروی شرکت های بارکشان رخصتنامه یک دفعینه ورود به جمهوری ازبکستان را می خریدند. در سال نو این رخصتنامه کمچین شده و نرخش مایه اساسی ناراضگی راننده ها شده است. ما با امید بودیم که همین سال نو دزوال نو میبرد، همه با امید بود که با سال ارزانی میشد میریم گفته، لیکن برعکس زیاد شده ارزان نه. خرج کمی درون ماشین خوابرویش خودش جای خنکی تنکی اینجا نه خودش عذاب این یا عذاب شوفر فقط اگه خدام میدونه. ما پرابلم یکمی ما با همین دزوال ازبکی که وقتی که ما $60 میگفتیم بیشتر از اینا گرفتن $120 $30 کردن. میگویم فیرم بدره میگن که این همین نرخ قیمتش دیگه همین نرخه. خواهی گیر نخواهی نه. ما بار کردیم مجبور میگیریم اینجا. ما نمیدونیم که سبب چیزی که همین قیمت میشد. همین نمیدونیم ما راننده یگم تاش نمیدونه. هیچ کس به شما شرط نمیده. نمیگوید که چه به قیمت شد. این کاغذ چه به قیمت شد ما نمیدونیم. هم میره دوشنبه میگیره میبرد، بالاش پول خودش داد و فرصت داد. از ما نمیدونیم نقلیات چند سوم است. وزارت نقلیات با سال گذشته رفت. این بعد دزوال رو 84 سوم بوده. خیلی موبایل ده که 84 $8 میشه که. انا $10. نخود که $130 فروشده. برای همین ما ایستادیم همه. نمیگیریم افتاسیم. قیمت برای چی میگیریم؟ توغری نگیره. چیکار میکنیم؟ دست ما نمیبیاد. در توقفگاه و کنار راه گذرگاه فاتح‌آباد حداقل 200 ماشین بارکشی کلان را مشاهده کردم که عین دلیل از ادامه سفر خودداری میکنند. به گفته رانندگان اکثرشان از 3 تا 14 روز باز در اینجا ایستادند. آنها میگن مراجعت‌هایشان برای پست کردن نرخ رخصتنامه در چند روز اخیر نتیجه نداده است. ما استودنامو در اینجا حاضر استودگیامو بر خاطر هایی ما پلمو نمیرسد همو دزوال گیریم طرف دولت ازبکستان درایم با قزار میشیم ایتا قزار شده درمسادیم با زیادتر. و برای گرفتن شرح مقامات بارها به نمایندگان وزارت نقلیات و اداره زیرتابع آن با نام خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات این مسئله را پرسان شدیم، اما آنها تا زمان نشر گزارش آماده نشدند در این باره شرح دهند. همچنین به نمایندگی چند شرکتی بارکشان در شهر خوجند رفتیم، ولی آنها نیز نخواستند در این باره به ما معلومات دهند. رانندگان میگن این بار اول نیست که نرخ این نوع رخصتنامه بالا می شود. در دوام 1 سال بارها با این مسئله به مشکل دچار میگردند. نرخ پیاز و میوه‌اش همه روسیه میرفتگی شود میخیزد نرخش $300 $400 $700 $800 میشد. ما رقابت پذیری که نتونستیم نمرهای تاجیکی اینجا ازبکی نمره های، قرغیزی نمره های، قزاقی های، اوروس های، بلاروس های، اینا که ما رقابت پذیری که نتونستیم وای دیگه دولت ها برای ازبکستان نمیسپره. خواهش ما همین اگر علاجش باشد همین چیزا ابند بردارن، هم تو کسی که مثال میدرد هم ازبکستان هم پولش بانک خود ازبکستان سپاریده درآمده برود. در تاجیکستان تقریباً 13 گذرگاه موجود است که آدمان و نقلیات ها توسط آن به ازبکستان میگذرند. گذرگاه های فاتح‌آباد آیبک در ناحیه مسجد جایگیر بوده یکی از گذرگاه های اساسی میان تاجیکستان و ازبکستان است. در گذشته نیز بارها با سبب های گوناگون بر رویهای ساکنان و رانندگان مانعه ها پیدا شده بودند. در بسیار حالت مقامات در این باره شرح و توضیح نمیدهند و سبب بی‌بندوباری میگردند. این بار رانندگان تقاضا دارند که باید به این مسئله زودتر نقطه گذاشته شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی از گذرگاه فاتح‌آباد ناحیه مسجد.